کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان ساکنان و مهمانان جمهوری را خبردار کرد که بنا به پیشبینی هواشناسان روزهای 26 و 29 ینور سال 2024 در قلمرو تاجیکستان برف و باران و شمال سخت پیش بینی شده در ناحیه‌های کوهستانی تابع مرکز ولایت سوغد و در ناحیه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر فرو ریختن ترمه‌ها و تمن بالا می‌رود. از جمله در ولایت ختلان هوای تغییر یابنده پیش بینی شده در برخی مناطق باران میزند و روزهای 26 و 29 ینور در ناحیه‌های کوهدامن برف و باران میزند. روز 27 ینور در وادی‌ها برف و باران قطع می شود ولی در برخی ناحیه‌های کوهستانی ختلان ادامه می‌یابد. سرعت شمال 5 متر در یک ثانیه را تشکیل داده. روزهای 27 و 28 ینور در برخی ناحیه‌ها سرعت باد تا 20 متر ثانیه بالا خواهد رفت. در ولایت سوغد نیز هوای تغییر یابنده پیش بینی شده در برخی مناطق برف و باران میزند. روزهای 27 ینور در وادی‌ها و ناحیه‌های کوهدامن برف و باران قطع می شود ولی در برخی ناحیه‌های کوهستان برف و تمام پیش بینی کرده می شود. سرعت شمال که از سمت غرب خواهد وزید 4 متر در یک ثانیه را تشکیل داده. در برخی ناحیه‌ها سرعت باد 13 متر ثانیه خواهد شد. در حدود ناحیه‌های تابع جمهوری نیز هوای تغییر یابنده پیش بینی شده در برخی قسمت‌های وادی‌ها باران می‌بارد. 27 ینور اساساً به بارش خواهد گذشت. در برخی ناحیه‌های کوهستان برف می‌بارد. سرعت شمال 4 متر در یک ثانیه را تشکیل داده. روزهای 27 و 28 ینور در برخی ناحیه‌ها سرعت باد 10-15 متر ثانیه بالا خواهد رفت. هواشناسان در ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز هوای تغییر یابنده را پیش بینی می‌کنند. در برخی ناحیه‌های این ولایت مختار برف و باران می‌بارد ولی تنها در شرق بدخشان روز 27 ینور بارش پیش بینی شده است. سرعت شمال 7-12 متر در یک ثانیه را تشکیل خواهد داد. به دلیل برف و بارشات شدید حالت‌های فوق‌العاده به مثل فرو ریختن ترمه‌ها، افزایش احتمالی صدمه‌ها در راه‌ها به خصوص در راه‌های کوهدامن و کوهستان پیش بینی کرده می شود. کمیته حالت‌های فوق‌العاده همچنین هشدار می‌دهد که آب و هوای نامساعد می‌تواند باعث خراب شدن خطای برق، افتیدن درخت‌ها، ویران شدن بام خانه‌ها و تابلوهای تبلیغاتی شود. از شهروندان به این دلیل خواسته شده است که در کوچه از خطای برق، درخت‌ها و تابلوهای تبلیغاتی دور بایستند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده از شهروندان و مهمانان کشور خواسته است که در صورت دچار شدن به حالت خطرناک به رقم 112 به قسم نوبتداری کمیته زنگ زنند.